خیلی این دنیا رو سفت نگیر. یه روزی از تو چی میمونه؟ هیچی. من همیشه میگم به بچه‌ها خیلی نگران چیزهای مختلف نباشید، ولی اثرگذار باشید و تو زندگیتون سعی کنید که یه آدم خیلی مفید باشید واسه خودتون. استرس نداشته باشید، چون این دنیاییه که میای بالا دوباره میری پایین، دوباره میاد بالا دوباره میری پایین. اینجوری نباید نگاه کنی که آخرش قراره که هیچ بشی. باید به این نگاه کنی که این تایمی که داری یه تایم خیلی خوب باشه، در واقع یه تأثیر خوبی بذاری توی این جامعه، یه حس و حال خوبی ایجاد کنی و بری. داشتم یه کتابی میخوندم خیلی جالب بود، میگفت که 99% افکار منفی ما به خاطر اتفاقاتیه که احتمال رخ دادنش 1% هم نیست. ما 99% دغدغه های زندگیمون راجع به 1% چیزایی که احتمالش 1%. الان مثلا خیلیا فکر میکنن خب اون دوستم راجع به من چه فکر میکنه، اون دوستم مثلا فلان نکنه، این اتفاق نکنه. چیزایی که الان من گفتم، این چی فکر میکنه اون چی فکر میکنه، اینا افکاری هستن که مفت نمیارزن، هیچ آورده ای ندارن و واقعا هم کسی اصلا راجع به تو فکر نمیکنه.